تجاوز کردیم، از من خفه شده، بدن رفته کور شده که دیگه مسئولیت اعلام میکنم تو حاضر نیستی در مناظره. من میگم که ما مناظره نمیکنیم با مردم. الله سبحانه و تعالی ما را مکلف به بیان دین کرده. قرآن و حدیث که چیزی میگه، چیزی را بدعت و چیزی را گناه، چیزی را معصیت، چیزی را فسق و فجور و شرک میگه، او مجبور استم. نه دولت نمیرای مرا گرفته میتونه دهنی مرا، نه قوم، نه کسی، هیچ کس هم حق نداره که بگیره. این بیان آزادی را الله برم داده که من حق بیان بکنم. این را من باید بیان بکنم. این که سری تو تطبیق میشه جناب محترم گناه من نیست. اگر من در مجلس من زناکار بد میگم و یک زناکار بخیزه برای من بگوید که تو خو مرا گفتی، من خو نام تو را نگرفتم جناب، خود نمایان میکنی که بله من زناکار هستم، خو گناه خودیت است. اصلاحیت بکن، توبه بکن به الله.